این بنا در یک کوچه مرکزی شهر کلاب تا آخر سال گذشته جای جمع آمد و بحث‌های اعضای حزب نهضت اسلامی بود که حالا فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. و در اینجا آخر سال گذشته قفل زدند و بعد از آن که ماه سپتامبر حزب نهضت سازمان تروریستی اعلان شد و مالکیتش را به نفع دولت مصادره کردند. دفتر حزب را ممکن است به صاحبکار بدهند که به استحصال چکن، یک پیراهن ملی معمول در جنوب تاجیکستان مشغول است. من از نوشتم به نام رئیس شهر از مرا به همون ادامای متصدی امور فقیه رئیس شهر که من از گرفتم بودم چک تکتکی دودا شود. کارخانه چکن ظریف علیف را که در یک گوشه باغ فرهنگ و فراغتی کلاب جایگیر بود و دهها کارگر داشت تابستان امسال ویران کردند، چون به گفته مقامات به بنیاد نشان ملی در باغ خلل می‌رساند. تا کنون دهها بانویی که اینجا کار می‌کردند بیکار هستند و منتظرند که جای نوی برای آنها پیدا شود. معلوم نیست که در جای یک زمان جماعت‌های سیاسی یگانه حزب اسلامی تاجیکستان کی بانوان به دوختن پیراهن ملی مشغول می‌شوند، اما این معلوم است که قرار شهرداری کلاب به طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج خوش نآمده است که گفتند تاراج مالکیت حزبشان شروع شد.